کنون جمع است جمع ما اساکیل، که خورده بر سر بیمغزشان بیل. دوستان سلام، باز هم با مسابقه اساکیل در خدمت شما هستیم با 3 تن از هوشمندترین ارکان نظام. شرکت کنندگان عزیز لطفا خودتان معرفی بکنید. رادان هستم، ملقب به سگ پاچگیر عظما دامت کثافتو. علم الهدا هستم، ملقب به بوفالوی نظام، البته با حفظ سمت. پدرزن ابرام دراکولا هم هستم. بنده سلامی هستم، سرتشتک کل سپاه ماستاران، ملقب به لات کوچه های خلوت. مخترع کرونایاب مستعان هم هستم. ای مردشور خودتان و اون لقباتانو ببره. باشه میریم سراغ سوال اول. به افزایش غیر متناسب قیمت ها چی میگن؟ ما تو ایران افزایش غیر متناسب قیمت ها نداریم، هرچی هست مناسب و متناسبه. این القاءات استکبار جهانی است. من کف پای بسیجیان را میلیسم. پشت سر داماد من حرف بزنی میدم 3 ثانیه حلقاویزت کنن ها. آقا چرا پرت و پلا میگین؟ میگم به افزایش غیر متناسب قیمت ها چی میگن؟ باشه یه راهنماییتان میکنم. یک کلمه بیشتر نیست، اولش هم ته. خدا خیلی داد بده ته. بنده از ساعت مقام عظمای ولایت عضو میخوام، اما قیمت ها که بالا میره مردم میگن توف تو ریش خامنه ای. ما جدا باهاشون برخورد میکنیم. بابا توف چیزه عزیزم، دقت بکنین. نگفتم تو ایران قیمت ها میره بالا چی میگن، گفتم به بالا رفتن غیر متناسب قیمت ها چی میگن. این یه اصطلاح اقتصادیه، یعنی در تمام دنیا وقتی قیمت ها که بره بالا همه میگن توف تو ریشت خامنه ای. اصلا بذارید یه راهنمایی بکنم. یه نگاهی به شکم این بوفالو، معذرت میخوام ببخشید، آقای علم هدا بکنین. این شکم دوچار چه حالتی شده؟ دلپیچه. آقا جان کی داری میگین؟ ای خدا، یاوران مسم، یاوران مسم. دلپیچه را من از دست شما گرفتم. بابا تورم، جوابش تورمه. اصلا نخواستیم. یه دقیقه توجه بکنید، خدا وکیلی توجه کنید، آبرو حیثیت ما بردید شما. میریم سراغ سوال بعدی. اولین موجودی که پا به کره ماه گذاشت کی بود؟ از این ساده تر امام راحل بود که با پای راست رفت ماه. ما هم عکسشو دیدیم. مقام عظمای ولایت بود که با یه پک اول تا اونور ماه رفت. مقام عظما که با یه پک اول از منظومه شمسی خارج میشه. ای خدا، بابا یه سفینه بیاد من از دست اینا ببره کره ما، دیگه هم برگ نگردانه اینجا. عزیزان یه دقیقه توجه کنید که این راهنماییتان میکنم. اول حرفش نونه. نهنگه. نهنگ؟ آخه نهنگ کجا رفته کره ما؟ چطوره که میمون میتونه بره فضا، نهنگ نمیتونه بره کره ما؟ نخواستیم آقا، نخواستیم. نیل آرمسترانگ بود. بریم سوال آخر. خدا وکیلی توجه بکنین، آبرو حیثیت ما برین، این حداقل جواب بدین. به بالاترین مقام یک وزارتخانه چه میگن؟ سردسته دوزا. کارچاخکن آقا. پسر عمه رئیسی، پسر خاله رئیسی، برادر داماد رئیسی، شوهر خواهر رئیسی، خلاصه همشون خر داماد خودمن. کدومو میخوای سفارش تو بهش بکنم ها؟ آخه هونگ، چرا رو مغز من یورته میری؟ دارم میگم اسم بالاترین مقام وزارتخانه چیزه. بذار یه راهنماییتان بکنم. کلمش از دل واژه وزارت بیرون میاد. زارت. زرت. بینندگان عزیز به بالاترین مقام وزارت میگن زارت و زورت. اگه به عمه جان من کلمه وزارت رو بدی 100 تا کلمه وزین از توش در میاره. به شما که رسید شد زارت و زورت و زرت. بازم مجبورم به شما اساکیل محترم نظام یه راهنمایی کنم. ببینید این یکی از مهره‌های شطرنج هم هست. فیل.
میتونه بگی فیل تو وزارتخانه چه غلطی میکنه؟ وزارتخانه گفتم نه باغ وحش. چرا سیانمایی میکنی؟ بیا من رو جنازه رد شم. نظام و دست کم گرفتی. وقتی بوفالو میشه نماینده خامنه ای، زرافه میشه وزیر خارجه، خرچنگ میشه خبرگان نظام، فیل نمیتونه بشه وزیر؟ وزنش کمتره؟ عقلش کمتره؟ چیش کمتره؟ چرا تبعیض قائل میشی؟ بیام نه ناراحت نشو قربان. نه خیر، کاملا درست فرمایش کردی شما. عقلش از همه شما بیشتره. راست میگی ها. این سطح سوادی که وزرای رئیسی دارن، اگه فیل وزیر بشه بهش توهین شده. نه تنها فیل میتونه وزیر بشه، اگه من جای شما 3 تا اسکل 3 تا گاومیش می آوردم بهتر از شما جواب سوالا رو میداد. آقا ببندید بابا، این مسابقه اساکیل خودمونم اسکل شدیم رفت پی کارش. ای هوار، من کف پاشو میریسم، تو از رو جنازش رد شو، تو هم جیباشو وقف سید جامع و شرایط کن. بریم.